پارتی بازی در سکرات. بینندگان گرامی، در این کلیپ ملاحظه می‌فرمایید که این آخوند مانند مشرکان مکه قائل به پارتی بازی در نزد الله متعال است، زیرا وی و امثال وی الله متعال را آنطور که باید نشناختند و ادعا می‌کند بعد از اینکه ملک الموت برای گرفتن روح آقای حائری آمد به دستور امام حسین برگردانده می شود و ادعا می کند امام حسین رضی الله عنه به او زندگی دوباره بخشیده است. چیزا عجیب تو این کتابه. سر دلبران آیت الله حاج آقا مرتضی حائری اسم بازار هست. ایشون تو این کتاب می نویسه، میگه بابام برام نقل کرد و من یادم 40 سال قبل مرحوم آیت الله عراقی رضوان الله علیه تو خطبه نماز جمعه مسجد امام تو خطبه نماز جمعه این تیکلو فرمود. من از آقا عراقی هم شنیده بودم، بعد دیدم این آقازاده بزرگوار تو این کتاب نوشته. گوش کن، این چیز قشنگی بود اومد که بسمونه دیگه روزه بخونیم. عشقم به ایشون میگه بابام برام نقل کرد فرمود که در جوانیم که در کربلا درس میخوندم، کربلا درس میخوندم، تازه ازدواج کرده بودم، جدید ازدواج کرده بودم، شب سه‌شنبه بود خواب دیدم. ای بابا بازم خواب. آقایون نصف دینشون رو از خواب میگیرن. کتابش موجود است، چاپ شده. شب سه‌شنبه خواب دیدم، بهم گفتن آج عبدالکریم آماده باش، 3 شب دیگه بیشتر زنده نیستی. به حاج آقا وحی میشد؟ من از خواب بیدار شدم، گفتم یعنی چی؟ 3 شب دیگه بیشتر زنده نیستم. من جوون 23-4 ساله تازه ازدواج کرده، میخوام درس بخونیم، حالا ما کار داریم، ما یعنی چی هست؟ چیزیش نگرفتم، مشغول درس و بحث و مطالعه و مباحثه و یادم رفت. روز جمعه شد، شب سه‌شنبه، شب چهارشنبه، شب پنجشنبه جمعه. روز جمعه رفقا گفتن بیا بریم خارج از شهر کربلا تو باغ آسد جوادنامی که نمیدونم چی بوده، بریم اونجا تفریح. خسته شدیم از درس و بحث و جمعه را بریم بیرون از شهر تفریح. رفتیم نهارا که خوردیم، من دیدم به قول به زبان اصفهانی مورمورکم داره میشه، انگار داره سرد دارم میلرزم، انگار سردم شد. هی سرد و دم نه بابا، قصه جور دیگه است. تب کردم و بدن داره میلرزه و فشار رفت بالا و لرزش رفت بالا و هر کاری میکنم کنترل کنم دیگه نمیشه. و یادم آمد که شب سه‌شنبه خوابم گفتن 3 شب دیگه بیشتر زنده نیستی، آماده شو. به رفقا گفتن بله. گفت من یه همچی خوابی دیدم و مثل داره ظاهر میشه، من قراره بمیرم، یلا جمع کنید برید تو شهر. جمع کردیم و سوار و منم ثانیه‌ای حالم بد میشد. حاج عبدالکریم حائری ثانیه‌ای حالم بد میشد. وقتی رسیدیم به شهر کربلا و گنبد دادم گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله. آقا من مهمون تو هم تو این شهر، من جوونم، من غریبم، یزد کجا کربلا کجا؟ آره همش کرب و بلاست، یأس نداره. من غریبم، من جوونم، من اومدم درس بخونم، من بابا تازه ازدواج کردم، منم که میدانم تو قدرت مطلق خدا تو بازوته. یعنی خودت یه خدا دیگه هستی؟ استغفرالله. منم که میدونم خدا همه کاراشا به تو واگذار کرده. حاجی کوتا بیا، مردم بهت میخندن ها. همه کار دستگاه خدایی، فعال ما یشا دستگاه خدایی. فعال لما یشا؟ پس چرا از پس لشکر شمر برنیامد؟ خدا به اذن و اجازه با همه چیز داده. انذیتک خدا به تو گفته تشو کمکم کن. یعنی پارتی بازی کن نمیرم. اومدیم تو شهر رو بردیم تو خونه منو خوابوندند و از هوش رفتم. محتضر آماده شدم برای مردن. یه وقتم 2 ملک اومدن تو، یکی نشست این طرف یکی نشست اون طرف، این وریه به اون وریه، گفت یلا شروع کن قبض روح. آخه قبض روح از پا شروع میشه. فرمود این ملک به اون ملک گفت رد شدم. فرمود این ملک به اون ملک گفت
قبض روحش کن بریم. جور از پا شروع میکنه اومدن بالا، پا از حرکت میفته، سرد میشه، آروم 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 تا میرسه به اینجا و خفه میشه، آدم خلاص میشه. گفتش که حتی اذا بلغت التراقی وقیل من را و التفت الساق بالساق و ظن انه الفراق. بخونید قرآن. حاج آقا و ظن انه الفراق بعد از اذا بلغت التراقی و قیل من راق هست، نه بعد از والتفت الساق بالساق. برو مکتب خونه یکم قرآن خوندن یاد بگیر. پا بنا میکنه دیگه گوست من دفترش که برن پاشن اینطوری میکنه التفت الساق بالساق و ظن انه الفراق. حاج آقا بازم که آیه رو اشتباه خوندی، همین الان بهت گفتم که. فرمودن که این ملک به من گفت قبض روحش کن بریم. اون گفت نه، هم یه مقدار از عمرش مونده، زوده یه خورده. لا یستأخرون است، یک ثانیه کم و زیاد نمیشه، سر ثانیه. اما اگه امام پارتی بازی کنه یه 100-200 سالی شاید زیاد بشه. سر ثانیه. لحظه ای که قرار است تو قبر بخوابی محال است تو رخت خواب بخوابی. اما اگه امام پارتیت بشه تو رخت خواب هتل 5 ستاره هم میتونی بخوابی. گفت قبض روحش کن بریم. گفت یه مقدار از عمرش مونده، صبر کن. همینقدر که گفت یه مقدار، این گفت شروع کن، اون گفت یه مقدار از عمرش مونده، صبر کن. یعنی یه ملکی دیگه اومد تو، به این دو ملک سلام کرد. گفت شما مال اینجا، مال چی اومدید اینجا؟ گفتن ما به امر خدا اومدیم قبض روحش کنیم. گفت ولی منو امام حسین فرستاده است. دیگه این آخرش ها. کتاب موجوده تو بازار، فقیهی مثل حاج آقا موسی خاری نوشته. اگه مرتضی حائری دروغ میگه؟ نمیگه که. شوخی نیست. یا اهل العالم اگه دارید تو اصحاب مسجد بیارید. واقعا همچین دروغی رو هیچکی نگفته. نیست. حقا که نیست. گفت منو امام حسین فرستاد. گفت برو بهشون بگو قبض روحش نکنی، من از خدا براش عمر گرفتم دوباره. امام حسین برای خودش و بچه‌هاش نتونست عمر بگیره ها. گفتم ما رو خدا فرستاده. گفت آخه من حسین فرستاده. نعوذ بالله، از خدا هم قدرتش بیشتره؟ باشی پا شدن رفتن. من دیدم دوباره بدنم اینا کرد برزه. دیدم دور بریا میگن نمارده مثل داره میجنبه. پاشتم نشستم و عرق و بدن آرام گرفت. گفتن حاشق چی شد؟ گفتم پاشو بریم تو حرم تا بگم چی شد. آخه اینجا دروغ نمیچسبه. بینندگان گرامی، الله عزوجل در قرآن میفرماید فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. پس آنگاه که جان شخصی به حلقوم میرسد و شما در آن هنگام نظارگر هستید و ما از شما به او نزدیکتریم ولی شما نمیبینید. پس اگر شما جزا نمییابید، اگر راست میگویید، چرا جانش را باز نمیگردانید؟ در این آیه الله عزوجل به صراحت میگوید چنانچه روح کسی به حلقوم رسید و ملائکه بر بالینش حاضر شدند، محال است به دنیا بازگردانده شود. همچنین در آیه 61 سوره انعام می‌فرماید وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. و اوست چیره و برتر بر بندگانش
و برای شما فرشتگان نگهبان را می‌فرستد و چون مرگ هر یک از شما فرا رسد فرستادگان ما جانش را می‌گیرند و کوتاهی نمی‌کنند. اما این آخوند بی‌سواد گمان می‌کند امام حسین با پارتی بازی سبب شده حاج عبدالکریم حائری بعد از اینکه ملائکه بر بالینش حاضر شدند برگردند و ایشان به زندگی خود ادامه دهند. گفت قبض روحش کن بریم. گفت یه مقدار از عمرش مونده صبر کن. همینقدر که گفت یه مقدار، این گفت شروع کن، اون گفت یه مقدار از عمرش مونده صبر کن. دم یه ملکی دیگه اومد تو، به این دو ملک سلام کرد. گفت شما مال اینجا مال چی اومدید اینجا؟ گفتن ما به امر خدا اومدیم قبض روحش کنیم. گفت ولی منو امام حسین فرستاده است. دیگه این آخرش ها. کتاب موجوده تو بازار، فقیهی مثل حاج آقا مفتاح حائری نوشته. مگه مرتضی حائری دروغ میگه؟ نمیگه که. شوخی نیست. یا اهل العالم اگه دارید تو اصحاب مثل جا بیارید. واقعا همچین دروغی رو هیچکی نگفته. نیست. حقا که نیست. گفت منو امام حسین فرستاد. گفت برو بهشون بگو قبض روحش نکنی، من از خدا براش عمر گرفتم دوباره. امام حسین برای خودش و بچه‌هاش نتونست عمر بگیره. گفتم ما رو خدا فرستاده. گفت آخه من حسین فرستاده. نعوذ بالله، از خدا هم قدرتش بیشتره؟ باشی پا شدن رفتن. من دیدم دوباره بدنم اینا کرد برزه. دیدم دور بریا میگن نمرده مثل داره میجنبه. پاشتم نشستم و عرق و بدن آرام گرفت. گفتن حاشق چی شد؟ گفتم پاشو بریم تو حرم تا بگم چی شد. آخه اینجا دروغ نمیچسبه.